سلام خوش اومدید به یه دونه تکنیت دیگه با مینوفال. خب بریم برای فروردین ماهی ها نیت کنیم. فروردین ماهی از سمت یار احساسی، کسی که منتظرش هستی و این روزا داری بهش فکر میکنه، پیشنهاد احساسی داری. این پیشنهاد احساسی میتونه تا 3 وقت آینده باشه که برای تو افتاده که روی این پیشنهاد خوشحالی داری و شخص مقابل متوجه میشی که بهت علاقه داره. اگر کراش این احساس دو طرف است، اگر کات داره به سمتت برمیگرده و لنورماندت، بله دوست داشتن افتاده. کسی که دوستت داره، کسی که بهت احساس داره و این پیشنهاد احساسی رو قطعاً از سمت یار احساسیت داری. چه کات، چه کراش، چه حتی اگر توی ارتباط هستی، از یک بلا تکلیفی احساسی تا 3 وقت آینده بیرون میای. اردیبهشت ماهی میگه یک مقدار دست از لج و لجبازی بردار. این روزا با یک سری از بچه بازی های خودت، یک سری از لج و لجبازی ها داری به این ارتباط لطمه میزنی. اگر شخص مقابل کراشه، به خاطر یک سری رفتارهای ضد و نقیض تو شک داره که به سمتت بیاد. اگر کات هستی، به خاطر یک سری از ناپختگی های خودته که این ارتباط شکل نمیگیره. اردیبهشت ماهی خیلی لجباز هستی. اگر تو ارتباط هستی، خودت داری با یک سری از بچه بازی هات رابطه رو سرد میکنی. لنورماند چی میگه؟ ببینید چقدر جالب افتاده. میگه یک سری رفتارهایی داری که طرف مقابل احساس میکنه با رفتارهات، با حرکاتت، با صحبتها و جملاتی که باهاش داری، انگار داری نیشش میزنی. میگه سعی کن این ارتباط از این لج و لجبازی بیرون بکشی. یه صحبت و گفتگو داری، سعی کن توی این صحبت و گفتگو یه سری رفتاری داشته باشی که به نفعت باشه. خرداد ماهی، برای خرداد ماهی دارم میبینم که شخص احساسی داره به سمتت میاد و میخواد بهت پیشنهاد احساسی بده. تقریبا مثل فروردین ماهی ها افتاده. ممکنه که حالا فروردین ماهی یار احساسیشون خرداد ماهی باشه و برعکس خرداد ماهی یار احساسیشون فروردین ماهی باشه. این احساس متقابلیه. اگر منتظر کراش هستی، بهت داره پیشنهاد احساسی عاطفی رو میده. اگر توی رابطه هستی که دوست داری از این حالت سردی بیرون بیاد، داره برات روی 3 وقت خبرهای خوش میده. اگر کراش هستی، این پیشنهاد از سمت یار احساسی داره به تو داده میشه. چیزی که داره نشون میده توی لنورماندت، میگه که این پیشنهاد به داده میشه از سمت یار احساسی. حالا چه کار، چه کراش، چه توی ارتباط باشید، احساسات یار احساسی رو متوجه میشید نسبت به خودتون. ولی لنورماند میگه باید یک سری سختی ها و موانع کنار گذاشته بشه تا اون ارتباط به اون مرحله‌ای که دوست داری کشیده بشه. چون شخص احساسی احساس میکنه برای این رابطه یک سری بن‌بست ها و یک سری موانع وجود داره که بخواد این ارتباط شکل بگیره. یکم به نظرش سخته ولی شکل میگیره. و برای تیر ماهی این روزا دارم میبینم که انقدر که خودت درگیر و آشفته ای که این روزا اصلا یک جورایی احساس شکست، احساس آشفتگی داری و بیشتر از نظر مالی و کاری الان به هم ریختی. یک کاری کردی که هم یار احساسی بهت مثلا بدبین شده، هم این که خودت این روزا خیلی خسته ای از لحاظ کاری. مخصوصا برای تیر ماهی ها احساس شکست، ناامیدی. میگه سعی کن از این حالت بیرون بیای، از این حالت ضعف، از این حالت یأس و ناامیدی بیرون بیای. میگه این حالت باعث شده که هم اونجوری که میخوای توی مسائل کاری پیش نرفتی، همین که ارتباطتو ممکنه از دست بدی، یا ارتباطی رو به خاطر خودت، به خاطر اون ضعفی که از نظر افکار داری، ارتباطتو از دست دادی یا ممکن از دست بدی. تیر ماهی مراقب باش. ببینید چیزی که داره نشون میده، میگه که این یأس و ناامیدی بیشتر از سمت خودت تیر ماهی، چون داره نشون میده که طرف مقابل دوست داره که ارتباطش با تو صمیمیتر، گرمتر بشه یا باهات دیدار داشته باشه و دوست داره که مثلا حالا باهات وقت بگذرونه، تایم بگذرونه و یک جورایی انگار که منتظر یه ریاکت از توه، یا اینکه مثلا طرف مقابل تمایل داره ولی تویی که انگار خیلی بیمیلی این روزا کلن به هر چیزی که الان هستی. مثلا به شرایطی که داری انقدر به نظرت سخته، توی اون بعد شکست قرار گرفتی که احساس میکنی که قرار نیست همه چی درست بشه. میگه از این ناامیدی بیرون بیا تیر ماهی. چه خبره؟
خب بریم برای مرداد ماهی. این روزا سخت در حال تلاشی، سخت داری تلاش میکنی که به اهدافت برسی. مثلا میگی که من الان حال حاضر چند تا هدف توی زندگیم دارم، مثلا کاری، تحصیلی، احساسی، مهاجرتی، و اینکه احساس میکنی توی هر حالا هدفی که هستی، حالا با توجه به شرط زندگیت، میگه که مرداد ماهی انگار احساس اینو داری که رقیب داری، موانع داری توی شرط زندگی که حالا هستی، داری تلاش میکنی. اصلا میگه که این موانع یه جورایی احساس کردی برای این موانع باید زیاد بجنگی، باید زیاد تلاش کنی. برای مرداد ماهی دارم میبینم که بعضی وقتا احساس خطر میکنی برای حالا رقبایی که داری. حالا اگر تو مسائل احساسی هستی، مثلا میگه از کسی خوشت اومده که میدونی خواهان زیاد داره و برای به دست آوردنش داری میجنگی، داری مثلا تلاش میکنی. و اینکه شخص احساسی اگر که مثلا منتظرشی که بهت پیشنهاد بده، شخص احساسی هم انگار که منتظر اینه که ببینه تو هم بهش تمایل داری یا نه، منتظر یه تلاش از سمت توه مرداد ماهی. و اینکه شخصی که اونم دوست داره موانعی برطرف بشه، برکنار بره که بتونه به سمتت بیاد، بهت پیشنهاد احساسی بده مرداد ماهی. ببینید میگه برای مرداد ماهی یک سری مخالفت هایی توی این ارتباط و موانعی توی این ارتباط وجود داره که باعث شده این ارتباط الان تو مرحله قرار بگیره که تو ناراضی باشی، راضی نباشی ازش. مثلا میگی کراشم مدت هاست که کراشم به من پیشنهاد نمیده، مدت هاست تو ارتباطم، ولی مثلا این رابطه مثلا از این حالت گره، از این حالت مثلا بستگی بیرون نمیاد. مخالف دارید، موانع دارید مرداد ماهی، توی ارتباطتون موانعی وجود داره مرداد ماهی. اگر که طرف مقابل کاته، یک جورایی انگار که دارید با هم دیگه بحث میکنید، یا اینکه این شخص داره به سمتت میاد و میخواد تلاش کنه که تو رو به دست بیاره، ولی چون غرور دو طرفه است، به جای اینکه رابطه رو درست کنید بیشتر با هم بحثتون میشه، دعواتون میشه، شاید بیشتر به خاطر موانع بیرونی هم هست که بخواد بحثتون بشه. برای مرداد ماهی یک کوچولو فعلا دارم ناراحتی میبینم. برای شهریور ماهی این روزا خیلی دلت شکسته، این روزا خیلی ناراحتی، خیلی ناامیدی و یک جورایی طرف مقابلت خیلی بهت نسبت بهت شرمنده است و حس عذاب وجدان داره. مثلا بگی که من این همه تلاش کردم، طرف مقابل تلاشی برای من نکرد یا نتیجه نداد تلاش های من. ببینید طرف مقابلم حس عذاب وجدان، حس ناراحتی و ناامیدی نسبت بهت داره، انگار که این روزا انقدر مشکلات و فشار حالا زندگی خیلی احساسش میکنه که انگار که نمیتونه برای تو هم تصمیم جدی بگیره. مثلا بگه که تو رابطه هستیم ولی اصلا نمیدونم رابطه وجود داره یا نه، کراشم اصلا نمیدونم دوستم داره یا نه. یه همچین حالتی داری شهریور ماهی. میگه یا مثلا اگر کاتی اصلا میل داره من برگرده یا نه. ببینید اون هم تمایل داره ولی افکارش به هم ریخته است، شبا خوب نمیخوابه یا انقدر خوابای بد میبینه، یه حتی ممکنه خوابهای نسبت به تو ببینه که خیلی شرمنده باشه، یه حس عذاب وجدان نسبت بهت داره شهریور ماهی. میگه تا 9 وقت بهش زمان بده، چون این شخص دوست نداره تو رو از دست بده. الان شرایط آشفته‌ای داره، بله این شخص هم دوست داره که این ارتباط رو از نو شروع کنه، این ارتباط رو دوباره متولد کنه. شخصی که نیتش بهت خیره، نیتش پاکه نسبت بهت و دوست داره یک ارتباط خیلی جدید مثبت با تو شروع کنه. ولی میگه سعی کنید که دست از بچه بازی ها و لج بازی ها بردارید. طرف مقابل انقدر مغروره، حتی تو این شرایط میترسه بگه دوستت دارم، چون خیلی به هم ریخته است، میترسه از پس این دوست داشتنه بر نیاد. خب این اول 6 ماه اول سال. حالا مهر ماه. برای مهر ماهی ها، خب مهر ماهی ها چیزی که داره نشون میده برای مهر ماهی ها یک موفقیت، یک پیروزی افتاده. چیزی که داره نشون میده میگه که تو با تلاش هایی که خودت داری تو این ارتباط میکنی، یا اینکه میتونم بهت بگم تو به یک خودباوری روی این ارتباط یا شخص مقابل رسیدی، چون بعد یک پیروزی دارم میبینم. انگار همه چی میتونه تا یک وقت آینده تحت کنترل تو این ارتباط پیش بره. مثلا اگر کراش تا یک وقت آینده تغییرات مثبت روی این کراش داری، پیشنهاد احساسیه و حتی تغییرات مثبت. اگر مثلا کات این شخص مثلا
یه حرکتی میزنی، حالا حتی پاکسازی داری میکنی، از یک انرژی مثل دعا یا حتی پاکسازی کمک گرفتی، میگه داری به قدرت میرسی روی این ارتباط. چه کار چه کراش داری وارد تغییرات مثبت میشی، چه اگر تو ارتباط هستی این ارتباط با کاری که کردی، با حرکتی که انجام دادی به قدرت رسیدی و ارتباط احساسیت رو دوباره به دست میاری. بله، چیزی داره که به من نشون میده کاری میکنی که یک وفاداری، یک احساس امنیت و رضایت و دوست داشتن دو طرفه توی این ارتباط داره برات به وجود میاد. مهر ماهی یک کاری کردی که به یک موفقیت احساسی داری میرسی. مثلا میگی کراشم، این کراش تا یک وقت آینده دوست داشتنش رو بهت ابراز میکنه. اگر کاتی، این ارتباط وفاداریش داره بهت ثابت میشه. اگر توی ارتباط هستی، این شخص اون دوست داشتنی که تو داری یا اون احساس متقابلی که میخوای از این یار احساسی داری میگیری. آبان ماهی چیزی که داره نشون میده، میگه که حالا که تلاش کردی اجازه بده که نتیجه تلاشت رو ببینی. مثلا اینطوری باشه که تلاش کردی این شخص به سمتت بیاد، از نظر مالی، از نظر احساسی، وقت، زمان، هر چیزی تلاش کردی. خب و الان انگار یه جورایی هم ناامیدی، مثلا که نکنه اینقدر تلاش کردم به نتیجه نرسیدم، به چه کنم افتادی. یا داری تلاش میکنی میگی نکنه به نتیجه نرسم، میگه زمان بده. این تلاشیه که الان باید یک جای دیگه خودتو کنار بکشی، بذاری ببینی که طرف مقابل میخواد چیکار کنه. آبان ماهی، چون دارم برات میبینم که شخص احساسی یک مقدار مغرور و لجبازه ولی چیزی که داره نشون میده، میگه تلاش های تو رو نادیده نمیگیره و میگه که این آدم یک مقدار آدمیه که آبان ماهی مثلا طرف مقابلی که روش نیت کردی بد اخلاقه، دوست داره کنترل رابطه دست خودش باشه، لجبازه. میگه حالا که تلاش کردی دست از ناامیدی بر ندار، تلاش کردی. این شخص ممکنه حالا مثلا لجباز باشه ولی نتیجه تلاش تو یه جا میبینی. میگه توی اون بعد لجبازی با یار احساسیت قرار نگیر که نتیجه تلاشت رو روی 7 وقت ببینی. آذر ماهی، برای آذر ماهی میگه شخص مقابلت خیلی داره چکت میکنه، برنامه داره که به سمتت بیاد، خبرهایی از سمتش داری. این شخص حتی داره جابجا میشه، ممکنه این جابجایی کاری باشه، شغلش باشه، حالا حتی جابجایی برای زندگی هم باشه. میگه که آذر ماهی یک جابجایی، یک مهاجرت داره اتفاق میفته. این جابجایی و مهاجرت میتونه تا حدی خوب باشه، به خاطر اینکه بله حتی ممکنه این شخص بخواد به سمتت بیاد یا حتی خودت بخوای مهاجرت کنی. آذر ماهی به هر حال یک جابجایی، یک تغییر باعث شروع یک ارتباط جدید با یار احساسیت میشه. مثلا میگه که جابجا شده، به من نزدیک شده، یا من جابجا شدم به شهر اون نزدیک شدم. به هر حال یک جابجایی داره، بعد یک خبر خوش یا حتی یک جابجایی از هر نظر، حتی تغییر محل زندگی، تغییر کوچه و خیابون زندگی، اصلا میگه این منطقه رفتیم منطقه دیگه. به هر حال برای آذر ماهی اگر یار احساسیت داره این تغییر و جابجایی انجام میده، تصمیم داره بعد از این تغییر و جابجایی، بعد از این مسافرت، بعد از یک سری تغییر وضعیت زندگی به سمتت بیاد، بهت پیشنهاد احساسی بده، چون تو رو خیلی دوست داره، خیلی براش عزیزی و هنوز داره بهت فکر میکنه. و اینکه اگر کراشه تصمیم داره این جابجاییش انجام بشه، حتی این سفر کارش انجام بشه، بعد بهت پیشنهاد بده کاتو کراش. و اگر توی ارتباط هستی این شخص میخواد یک وضعیتی از این ارتباط رو تغییر بده و چیزی که داره نشون میده از احساسات داره نشون میده و حرف میزنه آذر ماهی و میخواد یک پیشنهاد احساسی بهت بده، یک تغییر وضعیت رابطه رو داره نشون میده. خب برای دی ماهی، خب دی ماهی چقدر عالی، دارم براتون یک سری معجزه ها میبینم، یک سری اتفاقهای مثبت در ارتباط. چیزی که داره نشون میده شروع یک دوره جدیدی از ارتباط، یک دوره جدید خیلی عالی، گرم، شروع روشن، شروعی که میتونه نتیجه و حتی پایان مثبتی داشته باشه. برای دی ماهی داره مثلا میگن که پیام این رو میده که امید داشته باش، روزای گرم در راهه،
اگر که کاتی این شخص نمیخواد به این کاتی ادامه بده، اگر که کراشی میخواد شروع گرمی داشته باشه، اگر که توی رابطه هست این شخص به فکر ازدواج و تشکیل خانواده با شماست. دی ماهی چیزی که داره نشون میده چقدر جالب، میگه دنبال یک کلیده برای بهتر کردن این ارتباط، چون این شخص وقتی بهت فکر میکنه نبض همینجاش میزنه و اینکه بهت تمایل داره، بهت میل داره. دی ماهی اگر موانع گرهی وجود داره بخواد تلاش کنه کلید این موانع مشکلات رو پیدا کنه، بخواد این موانع و مشکلات رو از سر راه برداره. اگر کراشه میخواد یک راهی رو پیدا کنه برای نزدیکتر شدن به تو، پیشنهاد دادن به تو. اگر تو رابطه هستید و مشکلاتی دارید این شخص میخواد تلاش کنه این مشکلات رو برداره که بتونه این دوره جدید روشن رو با تو تجربه بکنه. و برای بهمن ماهی یک استارت، یک شروع، یک شانسی که داری بهش فکر میکنی توی این ارتباط. مثلا بگی که کسی که دوست دارم یک شانسی، یک راهی رو به دست آوردم که برام بهش پیشنهاد احساسی رو بدم. اگر که کات هستی، اون برای کراش بود، میگه اگر که کات هستی تصمیم میگیری یه شانس دیگه به این ارتباط مثلا، یا طرف مقابلت چون افتاده که از طرف مقابل خبر داری. بهمن ماهی اگر کراشه میگه شانس میخواد بهت بده، میخواد به این ارتباط یا خودت کلا میخواد به این رابطه یک شانسی بده که بخواد شروع کنه این ارتباط. و بهمن ماهی اگر کاتی دوباره میخواد برگرده شروع داشته باشه باهات، چون میگه که انگار که تو تاله و سرنوشت همدیگه هستید، همچین احساسی داره بهت یار احساسید. بهمن ماهی به هر حال شروع مثبت، بعد تغییرات مثبت رو من دارم برای بهمن ماهی ها میبینم. اگر توی ارتباط هستید تو تاله و سرنوشت هم هستید. این شخص به دنبال یک پیشرفت و شروع جدید با شماست، چون این شخص بله برنامه ها و میگن برنامه ها و فکرها و ایده های تازه‌ای داره برای این ارتباط. خیلی رویا پردازی میکنه برای شما و این رابطه. آرزو داره که کنار شما شانسی رو داشته باشه که بخواد این شانس رو تا حد زیادی رو به جلو، مثلا این شانس رو قوی تر، عاشقانه تر، رومانتیک تر بکنه. اگر کراشه میخواد باهات شروع داشته باشه، اگر کاته میخواد به ارتباط برگرده، اگر هم که در رابطه اید میخواد رابطه رو جدی‌تر، رومانتیک‌تر کنه. و اسفند ماهی میگه که بسیار از این شخص یک خبر داری، خبری که ممکنه حتی بخواد اولش باعث کلکل و بحث و دعواتون بشه. اگر بحث و دعوا دارید میگه این بحث و دعوا ممکنه ادامه دار بشه، یک سری گره و موانع، لج و لجبازی ها، بحث و مثلا اختلاف های دو نفره فعلا برای اسفند ماهی ها فعلا دارم تنش میبینم، بحث میبینم، گره میبینم، چون یک اعصاب خوردی، یک اختلاف نظر، یه چیزی که براتون انگار که دو نفرتون غیر قابل قبوله، نمیخواین با هم کنار بیاید. یعنی هم مثلا میگن تو از لجبازی پایین نمیای، هم اون. حتی اگر کراشه ممکنه با هم دعواتون بشه، یک دوره فاصله بیفته بینتون، مثلا به شروع رابطه مثلا پیش نره. اگر توی ارتباط هستید ممکنه یک دوره بخواد کات بشه. اگر کات هستید این شخص برمیگرده ولی آشتی فعلا صورت نمیگیره. خب اینم از پست امروز، امیدوارم که راضی بوده باشید.